هوا گرمه یا نه؟ خیلی گرم و آدم رو میکشه. گرما آدم میکشه؟ آره. و تو چرا الان اومدی عراق زیارت؟ به خاطر امام حسین اومدی؟ نه به خاطر غذا اومدن. انصافا یعنی ایران بهت غذا نمیدن؟ نه. اینجا غذا زیاده؟ آره اونجا غذا زیاده، شربت دوغ، ماهی، گوشت شترمرغ، خیلی کباب. میوه چیا میدن؟ میوه موز رو میدن دیگه گلو رو، شیری و انگور و خرما رو، همه میوه رو خوردیم تا حالا نخوردیم. تو ایران هیچی نخورده بودی؟ نه بابا ایران زندمه، ولی اینجا غذاش خیلی عالیه. پس کربلا خوبه؟ آره. پس بیان مردم. بیان مردم غذاشون استفاده کنن، خیلی خوشمزه، درست. خیلی دوست داشتنیه غذاشون، بچه‌ای